مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 18 و 19 ایون سال 2024 در 3 صدمه در شهر وحدت و کنار شهر اسفره در روز دوشنبه خوجند 4 نفر به هلاکت رسیدند. قربانیان این صدمه ها از 30 تا 62 سال داشتند. بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی از جمله 18 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 11:00 راننده ماشین تمغه تویوتا سلیموف شاوبدین سال 1974 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت در حدود شهر مذکور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه اوپل ویکتور تحت اداره راننده جلیلزاده قربانعلی سال 1991 ساکن شهر مذکور برخورده است. در پی این اوپل ویکتور از راه برآمده به جری کنار راه چپ شده است. در نتیجه مسافر اوپل گلمروزاده دلفروز سید اکرم سال 1994 ساکن وحدت جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. شب 18 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 23:30 راننده ماشین تمغه تویوتا کامری علیف مظفر سال 1969 ساکن نوی رودکی هنگام حرکت در حدود دهه یکباغ جماعت دیوت پشکنت شهر استرفشن از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین گازکشانی تمغه مرسدس بنز تحت اداره علی فرهاد سال 1989 ساکن نوی رودکی برخورده است. در نتیجه راننده تویوتا و مسافران آن همسرش نجم‌الدین و خیری سال 1973 ساکن نوی رودکی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 19 ایون سال 2024 تخمینا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه خوندای پورتر عطایف شوی جهان سال 2001 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت در راه ماشینگرد کوچه گنبز جماعت دیوت نوگلیم شهر اسفره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخران عظیموف مقصود سال 1962 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران عظیموف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته می شود. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راههای این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می شوند.